سلام و درودی بی پایان بر مخلصان کانال و خصوصا مردمی دهقان و کسانی که در همین دهقانی سر و کار دارن. امروز 28 ایول است. در ناحیه مسجد ما خیلی گرمای شدید است. خواستم یک دو سه خربزه از این پاله که اوی عبدالغفار گیرم، اما آمده دیدم و خیلی از همین نشع و نمای همین پلک راستیگه خوشحال شدم که خیلی خوب به نظر میرسد. تقریبا 90 یا که 95% پلک در حال افزایش است و حالا هم به همین زمین دهقان حاصل داده ایستاده است. به همین خاطر خواستم یک کمی نوار گیرم و سری همین خیلی سرسبز بودین همین زمین از بابای دهقان پرسیم که چندین زمین ها رو ما دیدگی هستیم، مثل جواری مکه درویدگی بر این ضرب شده ایستادگی است، لیکن خربزی بابای عبدالغفار باشد حالا هم پلکش گیم سرسبز است. منو ببینید، من هم جای همین از دوری هم باشد که نشان داده شدم 90% زمین حالا هم سرسبز و نشع و نما دارد. السلام علیکم بابای عبدالغفار. راستی خواستم از این پلک شما یک دو سه خربزه به خانه بریم استعمال کنیم و همین پلک شما رو دیده خیلی خوشحال شدم که حالا هم سرسبز هست و حالا هم همین خیلی خربزه ها را برای شما داده است که سری همین کبود استادن همین خربزه در چی باشد. اگر همین میدانست یک روشنی می انداخته تا اینکه مخلصان است با خبر شوند. سلام علیکم یار دوستان، مخلصان کانال یوتیوب بابای محمد جان. از نام خودم تمام مخلصان که ما را 70,000 آدم مخلصی میکنند سلام و دعاهایی که همانا ما را کردن یکم سبب همون چیز و یا ما را دعا کردن یکم سبب شرگین پلک سبز ایستادگی دعای مردم، دعایی که ما را مخلصای ما یکم سبب. دویم ما در این زمین بسیار داروهای چیگون گوناگون و با قوت زدگی وقتی ما این داروها رو استفاده بردیم نامگویی کردیم بسیار مردم مسخره کرد مایا باور نکرد. انا شما ببینید همون رزولتات گفتی رسا که رزولتات همون چی انا پلک خدا خواهدی پلک گفتی رسا که نیپابدیمی میگم هم خیلی معلوم نشونده با زبان تاجیکی خدا خواهدی پلک تو ماه سپتامبر خدمت میکند. من اگر من این پلک نگاه کنم اگر تو ماه سپتامبر هم خیلی خربزه‌های سلام نکنن. چند کیلوگی باشه خربزه؟ خربزه приблизительно где-то 11-12 килограмм. 12 کیلو وزن داشته. من خربزه من تعریف نمیکنم چیزی من برای چشم بر دیدن ببینید شما برای اینطور من این زمین برای مثال چگونه باید محمد جان من در این زمین مهنت سخت کردم. شو از زمین من نه سال من در این زمین خربزه میکنم. من خربزه میگن که زمین سالگشت کردن نکن، یک سال کاریدن نکن، یک سال نه. این طول 9 سال است که شما در همین مکان گیم فقط خربزه میکارید. من راستیگه چگونه شما بابای محمد جان من در همین زمین از 2016 باز یک خیل خربزه کردم سال دیگه 2018 سال یک سال فراموش نشونده بود برای من. 2018 سالی من همین زمین تربوز کردیم. تربوز به پلیونکا در همین چسکی یکم کس تربوز کردیم چون سال 2017 وقتی که تربوز 1.5 سومون شدگی بود در بازار. اگر بسیاری مردم میدونند خصوصا مردم منطقه سعی میدونند تربوز 1.5 سومون شدگی سال 2017 وقتی که 2017 تربوز 1.5 سومون شد مردم هم از دست کشید از تربوز کاری. من 2018 سال یکم خیلی نترسیده همین زمینه
90 сотиқ як банди тарбуз коridam. Як хелами натарсида як банди тарбуз коridam. Вай сол ахотри ман намебро. Ягон сол 2018 сол ин сол рекорди аст барои ман. Сол рекорди. Фаҳмида рекорди сол аст ин. ҳай ки ҳосилаш фаровон шуд. бовар кунед ман ҳамин 90 сотиқ 7000 дуну тарбуз кардам. 13 сомонӣ фурӯхтам ҳамин сер балак. Ман бачаҳои хиридигирам ҳозир алоқаим бачаҳои Фархор хиридигӣ тарбуз мекунам. Вилояти Кӯлоб ноҳияи Фархор ҳамон бачаҳо умдигӣ буд ҳамин ҷо умди фураш умдиг бор карда буд 2 фур тарбуз бор карда буд 7000 дуну тарбуз ҳамин сер зимин ман 13 сомонӣ фурӯхтам. ин сол бiri ман соли фаромӯшнашаванда. просто он вақт мардум намедонист ки деҳқоне ки деҳқон неста. деҳқон бояд як хел корида равад. натарсад бояд деҳқон ҳамин харбузми коридми мисол 1 сум шудми 2 сум шудми бо корад оянда. بعد دهقان امروز ترسید این سال خربزه یک سال بیده یک سال پخته این دهقان من دهقان حساب نمیکنم. یه چیزی دیگه تون پرسم اگر ما بود یگان صاحبکاری باشد نه که زمینی بسیار دارد و ثمرناک استفاده نمیبره میتونه شما نه که زمین هم خیلی به عهده گیرید از دانه سر کرد تا به حاصله نه که شما همچون کانسولتان همچون اگرونوم برای همون شخصیت ها کار کنید. وقتی خود دریغ نداشته در برابری کاری خودتون رفته زمینه هوایی هم دیده وقتی آب وقتی دارو چیکار کردن همین نازکی‌هاش میتوانید به عهده گیرید همین خیلی کارها را مثلا 2 گکتار 3 گکتار. ما دیروز اکا ایوب خان که جمهوری ازبکستان سفر داشتیم ما تکلیف شد ما رفتیم جمهوری ازبکستان از طرف انمی آدم من ویزیت دادگی رقم تلفنش مرجلال گفتنی یک تا آدم اکمال نیژنی پرابل ویت فارم از طرف مرجلال یک صاحبکار برای مثال از جمهوری ازبکستان تکلیف کرد خیلی ما علاقه برونده که اکا ایوب خان دین رفتیم واخری گذرونده دهقانچیlik و چارواچیlik ما تکلیف کردم برای مثال ما شما با چند هکتار زمین گوید یافته میتونیم جمهوری ازبکستان با فقط شما همین تخم میختاتون همون خربزی اومدیم دهقانی همین کار همین خربزی چمپیون من این خربزی نامش چمپیون موندم چمپیون نام خودتون نام زلاتیس به طلایی بود مردم بسیارش باور نمیکرد بازار رو میبرد باور میکنه 3 روز پیش من 2 تا پورتر بار کردم 420 دانه خربزه همین شب بار کردم همش که دیدی بود بازار با جنگ باور میکنه او زنگ زده گیر بیام من میگم چند پلی باشه بازار باور میکنه سنزانیم سومون شوراجان سودا کردی من خودم سودا کردم شوراجان هم افغان بازار همو وای سودا کردم من میگم خیلی خوش شوراجان گفتم اوشش شودگی سودا کنم گفتم فهمیده اصلا چیگم ما اگه میخوام دمی نوعی خودم برای مثال برای همین جمهوری خودم برای مثال دمی جمهوری خودم برای مثال کار کنم دیگه جمهوری نرم من برای مثال چیگم من کدام صاحب کار باشه برای مثال اگر ما دستگیری کنه ما میتونیم تا 3-4 هکتار همین خربزی چمپیون کاریم زمین برای ما زمین نداریم ما زمین 90 ساتق زمین داریم ما این بده کاریدن نداریم ما زمین مونده کار ما گپروسش 9 سال 2016 سال ما کاری سادیم این زمین بسیار ما رو مونده کردی ما زمین خدا خواهد ما اوگوست بعد 20 ماه حالا که میکنیم بده میکاریم ما خدا خواهد دیگه اگر چیکار باید من اگر هم زمین ها باشد شما میتوانید ثمرناک استفاده کنید از زمین. فرقش نیست من کنسولتاسیون میتونم لوبه آدم با فرقش نیست 10-15 آدم ما رو گرفت کردم میتونم اینه که زمین خودش باشد دانه رو شما خودتون میبیارید و چگونه دورها زدن در کار سری وقتی همیشه کنسولتاسی میتیدن روشیت دیدم من حالا هم خربزی شما سرسبز است من حالا هم خربزه دارد من با انداختی ایستاده است من نو وسیع بعضی از جاها هم خیلی زرد شده است اما 90% زمین حالا سرسبز است من چیگون باید من وای طرف زمین دیگه خربزه است وای خربزه متروف که او مینمو من وای خربزی نتویستم گپ راستش وای تجربه بود نه وای تجربه ندارم وای خربزه گپ راستش چی در کار وای یکم سال کاریدم رم سال نتویستم وای خربزی این سال نه میبینید شما در زمین ما اگر درون نگاه همین 30 ساتق زمین های ما تا حاضر در همین زمین بریم سال اگر درون نگاه 14 پورت خربزه کندیم بیا حساب میانه بده که
دیگه 3000 دونه خربوزه کندی میگه آز در زمین حاصل بسیار همین که خربوزه گبریت نکنن ما شما برگ شیدگی بدیم این خدا خواهد این خربوزه 15 کیلو ما شما وعده دادم 15 کیلو حاضر ترازه نداریم برگ شم نشون تیم دیگه من اوور اینم در خودم که بریم سال خربوزه ما انا یکم مولان سبز منه التیموبیل هم کار کردی سادسا بعد برادرها یک چی میگم با تمام شخصان مالدار مردم من در همین زمین داره زهرناک منفرین استفاده بردگی این دوزش 1 سال میستو منفرین گفتنی داره من از جمهوری ازبکستان از یک آدمی وارگیری از متخصصی با تجربه من دادگی منفرین خفگی نه برادرها اگر مال همین زمین بدراد خورده نابود میشود اما خفه نشوید مثال زمستان هم دراد اگر برف هم بارد همین زمستان هم دراد که همین خاک هم اطرابات کردگی که همین بوک شاید تمام میمره فرقش نیست یک گوسپمی گاو کلامی همین بوک شاید میمره نه بینر خربوزی من خربوزی چمپیون نه که حقانی چمپیون نام از برو اومدی چمپیون شدیم خربوزی من ببینید خربوزه نامش چمپیونی من نام چمپیون خودم موندگی هیچ کی موندگی نه این خربوزه دیده تورش خیلی من یگان خیلی لیسی نمیتیاد این خربوزه لیسی نمیشد نه دیسته که همینجا 1 2 من 3 خربوزه همین خربوزه این سال مایدش ممکن 7 کیلو باشد اینش 8 کیلویی میبرد دوزی بازیکنو میبردین نصیب باشد یگان صاحب کار زمیندار برای امسال 3 هکتار 5 هکتار باشد اگر من همین چیز به کله میگیرم همین تخم چمپیون فرقش نیست اول منطقه یکمی دومی نه منطقه یکمی منطقه سومی فرقش نیست دومی فرقش نیست من با پروسه در منطقه دوم بسیارتر چهارمغز زمینی میشود در اونجا فرقش نیست ما بویم همین دوستا برای شما نوار کردیم و شما ویدیو پسند داره حتما فکر اندیشه خوبی خود در کامنتار گذاره شما هم زمین فکر کرد یک خربوزه لیسی آورد من با 1 دانه همین بهتر باشه خربوزه نه من اکثرش دیدم همشون خیلی توردار است از همین آغاز کار تا به همین حال شما چند مرتبه همین زمین آب دادگی هستید که به همین به همین حالت آمده رسیدگی از همین زمین این سوال برای من بسیار خنده‌آور است باید من او من یکم منتداری خودم رو با وادخواز نوعه مسجو با سرداری اسکندر عزیزاده رحمت کلون همین جوی ما یگان سال آب نداشت همین 2024 همین جوی ما دایم آب داره من رحمت کلون میگم مسئله آب با آب هم که استفاده میبریم که برای امسال آب یک چیزی چیگم آب چیزی درکاری هستم مثلا یکم میستاد آب همین زمین به یکم آب اگر آب نباشه هیچی نمیشه ما این زمین هم خیلی آب میتیم که وقتی که ما یکم آب دادگی بدیم اگر درون بگم دویم ایون بود من چند دهقانم من میگفت کی آب میتی گفت یا من گفتم من وقتش بیاد آب میتیم گفتی بدون نه اگر اونجا پیش دهقان 3 بار آب دادگی بود اما بارونا به آب دادگی بود من راست گفتم یکم آب دویم این آب دادگی یا آب میشه نه زمین میدونم من نه راست که هر بار میام همین زمین شما خیلی نه زمین خاکش بینم ریشه در خاک است دیگه خاک کو خیلی خدا میدونه چند سانتی متر پایین آب من دو کارگی نه من خربوزه این بیاره این شد بیاره نه تنش آب دارن نکنه او باید تنش نه این کار کنم میگیره یکم آب دویم این آب دادگی بدم من شب آب دادگی بدم ساعت 12 شب تا ساعت 4 سر آب دادگی بدم همین زمین 4 ساعت گیرم وقتی ما آب دادگی بدم میشه دیگه 4 ساعت آب دادگی بدم سونی دویم آب من دادگی بدم این آب غیر درونگم 18 یا 19 ایون بود هم خیلی آب دادگی آب دارخت دادگی
من یک چی میگم تو اون دهخانا و همه التماس اگر یا نصیحت من همه کربامید داری وابشه استفاده نبرید در خربوزه خاص لیتر استفاده برید چون که همین کربامید من یکم سال تجربه کردم خربوزه میتاسونه خربوزه یکم خربوزه کلو میکنه لیکن خربوزه میتاسونه یکم پیتنا میزنه میبرداره خربوزه زرد شد تیکش توسی دیگه بیم آب گذاشت 19 همه این دادگی سیم آب وقتی ما آب دادگی بدهیم سیم آب گذاشت 28 شما این آب دادگی بعد 28 این شما آب دیگه بدهید اگر درمون 5 این بدهم اینجا آب دیگه بدهید 5 این آب دیگه بدهید شما وجه زمین ما وجه جیبارو محکم کردگی به آب تمام ما 3 آب دادگی زمین باید ما نه زمین برین سال بگویم نم نیست و پیشه گوم ایده خربزه ریشش دقاق است دیگه دقاق نه من میکنم نشون میکنم نم های نه مثال همه ریشم خیلی فرمدگی پتک ریشه همین کم تر دنم ایستاد بس این آب بسیار در کار نیست من فهمیدم بسیار طرز آبشم بسیار 3 بار یا که 3.5 یا 4 بار آب دادیم و همین عدد صبح و زمین حالو هم سرسبز است. خیلی ویدیو به شما پسند آید البته فکر و اندیشه خوبی خود گذارید و در کانال آبونه باشه حتما آبونه شدن فراموش نکنید. و راست همین سری زمین آمدم در سری علمان چوب ها چند پر فوتبالکای دریدگی اویزان بود. راست که باید مغفور در همین سری زمین تا چند تا فوتبالکا دراندگی هستید. چند فوتبالکا دراندگی برم که بدون من برم همین روز همین طرف فوتبالکا بالا تقریبا 3 جا هم خیلی فوتبالکا گراندگی است. من چمپیون او نشول چمپیون وات چمپیون تمام پدرک وات چمپیون ماشاءالله چمپیون وات بهترین پدرک این شما موسیقی نخ مالکی آقای خربزی چمپیون نصیب شما این بای محمد گم نیست رفتیم بالا حالا چمپیون فقط کروب نگبرید نیو چمپیون هر دوستا باقی سربلند و خانه آباد باشه. من فوتبال کار علمچوب کردن 1 2 من 3 برادرای عزیز مخلصان محمد خوجا تاجیکستان به پیش گوش کنید برادرو من کلند خودم گم کردگی بودم من کلند یکمین فوتبالکی من در روندگی باز من نشون میدم از گوجا آوردگی من اینه Марк Спенсер, это кто знает, лайк поставит. Марк и Спенсер, это компания английская, когда-то я работал там вообще в Россию, короче, город Екатеринбург, торговый центр Гринвич. Всем привет, друзья. Вот ваш футболка, это 16-й год. Вот порванный он, короче, я в огороде порвал ваш футболку. برادرای عزیز من همین کتمان اخود جمهوری ازبکستان ورگی ولایت جیزخ فوریش من همین کلند گم کردم دوم حبازه امروز بابای محمد جان سبب شدم من همین کلند یافتم برکیه من شما بابای محمد جان من دوم حبازه کافسا با پیشش نیا کنه یک خربزی چمپیون مون دیگه بودم برکیه یعنی یک چمپیون یک چمپیون دایر واسه زمین تو فقط چمپیون ها توپ شدیم چمپیون مون دیگه فقط خریداری جزمه میونش بستگی باشه روز سه‌شنبه مرحمت افغان بازار با برکیه من باقی سربلند خانواده باشه